خیلی ممنونم که دارین نگاه مهربونتون رو هدیه میدید به برنامه خودتون یاد خدا. این خلاصه کوتاهی بود از آنچه که استاد آیت الله تحریری عزیز و گرانقدر در برنامه گذشته فرمودن و ازشون یاد گرفتیم. میخوایم بحث رو ادامه بدیم به شرط همراهی شما تا پایان. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالم از زیارت مجدد. بنده هم همچنین محبت داریم. انشالله که موفق باشید و بتونیم انشالله والا تا حدی حق این برنامه رو ادا بکنیم. انشالله با حضور شما حتما اتفاق خواهد افتاد. خب من یادم میاد آخر برنامه گفتم مشتاقم، برنامه گذشته عرض کردم مشتاقم اون حدیث امام صادق کامل بشه که فرمودین. ایشان فرمودن که خدای بزرگ پیامبرش رو با خصلت‌هایی در واقع متصف به اونها کردن و وجودشون رو زینت دادن. شما ببینید اون خصلت‌ها اگه در شما هست که خدا رو شکر بکنید، سعی بکنید زیاد بکنید و اینها. خیلی مشتاق شدیم ببینیم اون خصلت‌ها چیه اگر صلاح دونستین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در برنامه گذشته کلیاتی در رابطه با اهمیت اخلاق و تزکیه شدن انسان با صفات حمیده و اعمال و رفتار به حال سفارش شده از جانب خدا و اولیایش بیان کردیم که اجمالاً اشاره به دو مفهومی از اخلاق هم به حال شد که اجمالاً توی برنامه ها ما این مباحث رو عرض کردیم. منتها یه مقداری دسته بندی تر شد به رفتاری و نفسانی. به هر حال اخلاق اون حالت شاکل روحی انسان رو به هر حال عمدتاً اطلاق میکنن در برابر خلق. خلق داریم و خلق اون شکل ظاهری انسان رو میگن، خلق اون شکل باطنی انسان در واقع مثل کمیت و کیفیت به نوعی. بله کمیت نوعاً به اون ظاهر شی گفته میشه. کیفیت مقداری اطلاقش وسیع تره. به هر حال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در اوج اخلاق است که خدا متعال در اون آیه توصیف کرد حضرت رو که یه اجمالی از کردیم. تو این آیه‌ای که خونده شد برای ما راهنمود بیان میکنه خدا که اگر کسی بخواد در مسیر کمال واقعی و ابدی و به نوعی اوج کمال باشه، از ابتدای کمال تا اوجش این رسول ما داره، الگوست. اساساً بحث الگوگیری یکی از مختصات وجود انسانه که ما نوعاً در تفکراتمون، در رفتارمون، در اوصافمون دنبال الگو هستیم. اصلا فطرتاً انگار اینجوری هستیم، از بچگی اینجوری هستیم. بله اینو خدا در ما قرار داده. یعنی از هر طرز تفکری که باشیم این هست. این که حالا بعضی میگن شما مقلد نباش. راست میگه. نمیشه. منتها تقلید گاهی این بحث پرانتزیه، گاهی با یه پشتوانه استدلالیه. خب وقتی که یه مطلبی عقلی باشه، اون مقدماتش هم مقدمات صحیحی باشه که عقل به آن حکم میکنه، خب انسان از او تقلید میکنه دیگه. بله. این تقلید یعنی تبعیت کردن از یک در حال طرز تفکر، یک شخص
به لحاظ طرز تفکرش. اصلا اونهایی که میگن تقلید نکنید یا تقلید نمیدونم تقلید چی فلانی حرفا، خودشون دارن تقلید میکنن از دیگرانی. احسن. نمیشه به قول شما. بله. این وقتی طرز تفکرش نگاه میکنی، این مثلا مارکسیست، بله. یا مثلا سوسیالیسمه یا امثال این بله. اسمها. به هر حال نمیتونه انسان بدون به هر حال الگو باشه. غرضم بحث همین الگو الگوه. لقد کان لکم فی رسول اسوة حسنه. این الگو یعنی من رفتار و کردار و اینهاشو ازش تقلید بکنم. آره. منتها چون دین بر اساس عقلانیته فرمودن، ما میخوایم در حیطه دین بیاییم، باید بر اساس عقلانیت پیش بریم. این ممیزه بالای دینه، ادیان الهی مخصوصا اسلام که به هر حال قرآنشو که میفرمایند ما عربی نازل کردیم لعلکم تعقلون، شاید شما تعقل کنی. به اون کسانی هم که قبول ندارن میگن با دلیل بیا، به هر حال مثلشو بیا. میتونی آیه مثل این بیا. بله. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. حتی در بعضی از آیات قرآنی آیتن داره. آره. اینا بحث منطقیه دیگه. بسم الله، اگر تو میگی مخلوق فکر اینه، تو هم همون فکر رو داری دیگه، بیار. قصدم این الگوی حسنه. آره ببخشید میکنم. اتفاقا اسلام میگه تقلید کورکورانش بده که شماها درگیرش. بله. نه، از روی مبنای علمی معرفتی به جاست. خب حالا تو ذاتاً میخوای تقلید کنی، بیا، اینم بهترین تقلید که لذا در آیات زیادی وقتی با مشرکین، باز بین پرانتزه که در همین راستا هست، در آیات زیادی وقتی با مشرکین برخورد میکنن، چه نبی اکرم چه انبیای دیگر، اونا میگن اونطور که پدران ما رفتن ما میریم. اونا نکوهش میکنن. اول او کان آباهم لا یعقلون، ولو اینکه پدرانشون عقل نداشتن اینا میرن. اما در یه جا میبینیم این تقلید رو امضا میکنه خدا. کجاست اونجا؟ قضیه حضرت یعقوب علیه السلام در قرآن کریم میگه که هنگام رحلتش سوال میکنه از فرزندانش چه کسانی، چه کسی رو عبادت میکنی؟ اونا میگن ما اون کسی را که پدرانمان عبادت میکرد. خب چه فرقی میکنه این دوتا؟ اینجا مبنای معرفتی. احسن. اینجا مبنای عقلانیت. استدلال پشتش خوابیده، استدلالی که مثلا با وجود ما همراهه، نمیتونیم از وجودمون جدا بکنیم که ما مخلوقیم، ما مربوبیم، ما به هر حال خاضعیم. دقیقاً. میگه این از کی این رو خلق کرده؟ در یه آیه خیلی به صورت استدلالی سوالی میاد، ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. به صورت سوالیه اما محتوا برهانه. آیا ایشان از بدون چیزی، بدون پشتوانه خلق شدن یا خودشون خالق خودشون؟ هیچ کدوم نیست. پس به جایی تکیه میکنن. خب این استدلال همه می‌بینیم که آیات قرآنی همه اش استدلاله، تا استدلال صریح یا استدلال ضمنی. این عقلانیت رو بیان میکنه. این الگوگیری بر اساس عقلانیته. درست. لذا میگه میفهمد که کسی که امید به خدا داره، اون مبدأ، ارتباط با مبدأ، امید به آخرت داره و میخواد زندگیشو با یاد خدا همراه بکنه، یعنی با یاد معبودش، با یاد خالقش، با یاد ربش که همواره او رو داره تربیت میکنه، بسم الله بیا از این پیامبر تبعیت بکن. این الگوی زیبایی است. خب این آیه شریفه رو تقریبا ما تیمنا و تبرکن از کردیم که بحثا بین پرانتز
اولا باید بحثا قرآنی باشه. بله بله بله. قرآن اصل برای معارف دین ماست و بیانات ائمه علیهم السلام برگرفته از اون اصل و برمیگرده به این اصل. لذا ما بالاترین غنای علمی و فرهنگی رو داریم که هیچ مکتبی چنین غنایی رو نداره. عرضم اینه اون سوالی که کردید که این جواب در رابطه با اون توضیح اون سوالی که امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله مخصوص شده است به خصلت‌هایی، شما خودتون رو بررسی بکنید که آیا اینا دارید یا نه. هر مقداری که دارید حمد پروردگار رو بکنید. خیلی ممنونم. ما بریم این آیه‌ای که شما فرمودید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه کاملش رو آقای حسین زاده برامون برای مردم عزیزمون پخش بکنن. فضای شما هم حالا که فرمودید قرآن اصل هست و فضای برنامه متبرک بشه با آیات نورانی قرآن کریم. برگردیم وقت دل بسپاریم به کلام امام صادق، قرآن ناطق و استفاده کنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا این پیامبری که فداشون بشم اینقدر دوست داشتنی و مهربون و رحمت برای همه عالمیان هستن، یه ویژگی‌های مختصاتی داشته اخلاقشون که برخیش رو امام صادق برشمردن که به ما هم تلنگر زدن که ببینید این ویژگی‌ها تو شما هم هست یا نه. آقا الان میفرمایند ما یاد میگیریم. به هر حال چون بحثای روایی و یه مقداری خوبه که بینندگان عزیز با مباحث تحلیل آیات روایات بیشتر انس داشته باشیم. اینکه امام صادق علیه السلام فرمود اگر دیدید از این صفات دارید خدا رو حمد کنید. این نکات بسیار مهمه، هم معرفتی داره هم اخلاقی داره که ما اگر صفت خوبی داشتیم نباید خدا بله به خودمون ببالیم. آره واقعا. بله. چون فرمود فما بکم من نعمت فمن الله. اون نعمتی که شما دارید از جانب خداست. خدا توفیق داده که من این رو کسب بکنم. لذا مبتلا به رذائل نمیشیم. غرور یکی از رذائل. شیطان لامصب منتظره تا ما میایم یه به قول شما یه ویژگی خوب از پیامبر بگیریم تو خودمون، به خودمون یهو قراره میشیم من چی پیدا کردم، مثلا خوب شدم، چقدر مثلا خوش اخلاق شدم. این کار شیطونه. لذا این برگشت به خود، مواظبت از خود خیلی لازمه. خیلی که این اصلا یه وادی بسیار مهم تربیتیه که گاهی ما تو مباحث از کردیم. حالا وقتی اصلا توصیه شدیم هر شب این کارو بکنیم ظاهرا این رو به صورت مجزا بحث بکنیم انشاءالله. که خیلی بحث بسیار شیرین و زیربنایی در اصلاح. به هر حال این حمد به جهت این است که از نای خدای کمالی ولو با اختیارم، اینم باید توجه داشته باشیم، رسیده. لذا خدا رو فراموش نکنیم. بعدش هم متوقف نشیم. حضرت فرمود سعی کنید بیشترش بکنید. یکی حالا اینم بیشترش کردن گاهی از جهت به هر حال گستره موردی مورد توجه قرار میگیره، گاهی هم به صورت عمیق تر شدنه که گفته میشه ابعاد و مراتب. حالا به اونا کاری نداریم، حالا اونا بحث‌های دیگری است که تو مباحث اخلاقی هم به هر حال مطرح میشه. حالا این روایت شریفه رو به هر حال فرمودید که بخونیم که هم مجلسمون مجلس نورانی میشه و همین که انشاءالله عزیزان این نورانیت رو برقرار پیدا میکنیم. حضرت صادق علیه السلام 10 تاش رو اینجا شمردن که حالا توضیح لازم داره، اینها توضیحش رو عرض نمی‌کنیم. یه برداشتی از این 10 تا عرض می‌کنیم که یه مبنای در حال کلی اخلاقی در نظام اسلام بشه. خب یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق که این معنای خاصشه.
و سخا، سخاوت، غیرت، شجاعت و مروت و جوانمردی. خب اون برداشتی که میکنیم، چون این یکی دو جلسه مباحث کلی اخلاقی بنا شد که مطرح بشه، که بعضی از عزیزان هم روی این کار میکنن از جهت علمی و کتاب‌های اخلاقی رو میبینن، این خوبه به هر حال مطرح بشه و توجه بشه. و اون این که ویژگی اخلاق اسلامی این است که یک گستردگی در همه شؤون زندگی ما داره. آره. مخصوصاً در روابط اجتماعی که ما ملاحظه میکنیم. ما در قبل یه مقداری از این مباحث رو مطرح کردیم که حالا اشاره خواهیم کرد و بعدش هم انشالله اشاره میکنیم که مقدمه میشه برای جلسات بعد که بعضی از این اخلاقیات اجتماعی رو ما مطرح بکنیم. غرضم اینه این 10 تا مجموعه ای از اخلاق فردی است که بیشتر فرد اینها رو باید متصف بشه، حالا یا در ارتباطش با خدای متعال یا در روابط گوناگونی که با زندگی داره، و عده‌ایش هم اخلاق اجتماعی است، اوصافی است که در روابط اجتماعی انسان باید اونها رو کسب بکنه که اگر قرار نداشته باشه هم ضررهای دنیوی نصیبش میشه و هم ضررهای آخرتی. غرضم اینه اون مبنای علمی که ما استفاده میکنیم از کتاب و سنت و اون انک لعلی خلق عظیم، همه اینها رو شامل میشه. اخلاق بندگی داریم، اخلاق اجتماعی داریم، اخلاق فردی. لذا می‌بینیم بعضی از عزیزان اینها رو در کتاب‌هایی به هر حال تدوین کردن. حالا ما هم یه چیزایی سیاه کردیم به عنوان معرفی بفرمایید اخلاق بندگی و اخلاق اجتماعی. این دوتا با یک سازوکار خاصی به هر حال بیرون اومده. 2 تا کتاب مجزا، بله. اخلاق بندگی و اخلاق اجتماعی. حوزه خواهران این رو، حوزه علمی خواهران، همین کتابی که الان اینجا نخه این جداست، این رو بر ما به نوعی تدوین کردیم. هفته بعد بیارین تو برنامه نشون بدیم. این به هر حال چاپ شده. البته دیگران هم دارن، بزرگواران دیگر در حوزه اخلاق کتاب‌های مختلفی نوشته شده، منتها با این تقسیم بندی که این حیطه‌های صفات اخلاقی به حال مجزا بشه، این کار به حال انجام شده که البته خود حوزه خواهران یکی هم اضافه کردن اخلاق فردی که ما یه اشاراتی کرده بودیم تو مباحثی که داشتیم. این عزیزان دیگه کاملش کردن. درسته. و اون خیلی ارتباطی با به طور خاص با حقیر نداره. اما اون دوتا نه. غرضم اینه که ما بسیار غنی هستیم در مخصوصاً مباحث اخلاقی که هر مقدار انسان بتواند در این فضائل حرکت بکنه جا داره. دریای بیکرانی هستش. لذا امام صادق فرمود ورغبوا الیه فی زیاده، در زیاد شدن که میتوانیم. اما فرمودید هم وسعت هم عمق. بله، هم عمقش. اون عمقش خیلی مهمه که ما رو مرتبط میکنه با دیدگاه‌های توحیدی. یه درد دلی بکنم اشکال نداره. ببین شما اشاره کردید، شما زحمت کشیدید، بعد سالها تحقیق و پژوهش و مداقه کتاب نوشتین، عزیزان زحمت کشیدن، اساتید دیگه علما دارن. ولی الان تو این 2 تا برنامه هم شما اشاره کردید چند بار به کلمه تزکیه و یزکیه. ما تو عبارات که داریم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی تزکیه و تعلیم با هم اومده. ما سیستم آموزش پرورشمون میگیم آموزش و پرورش.
میگیم علم و تربیت، اما متاسفانه به اون بخش دومش اصلا توجهی نیست. یعنی ما خلاصه شده فقط در تعلیم، در آموزش. اون بخش تربیتی و پرورشی که من اعتقاد شخصی، حالا شما اگه غلط بزنید، به نظرم مهمتره. علم بدون تزکیه محصولش میشه غرب. ما چنین علمی رو که اسلام درست نمیدونه که توی این بخشش غافلیم و مردم عمدتاً خب کمتر میرن سراغ این که کتاب بخرم بخونم یا خودم. ولی وقتی تو سیستم آموزشی بچه از اول تا پای آخر و تو محیط دانشگاه که میگیم دانشگاه تعلیم و تربیت و فلان تا آخرش باشه، خب بعد کم کم ببخشید درد دل. نه به هر حال این مسئله بسیار مهمیه. ما هر جا به هر حال مسئله تزکیه در اونجا باشه، هم پیشرفت‌های ظاهری داری هم پیشرفت‌های معنوی داری. شما در عرصه همین علوم تجربی و اون کسانی که خدمت کردن، این شهدای هسته‌ای رو ملاحظه بکنی و حالا عده‌ای از شهدایی که در جنگ و در مدافع حرم و اینا می‌بینیم واقعاً عده‌ایشون در حد خودشون عالم بودن و مزکا بودن. بله، اهل شهید تقوا کمران بودن. واقعا بله. انسان و شهدای دیگر می‌بینیم که اینا واقعا تاثیرگذار بودن. یعنی اون کسی که شهید سلیمانی رو بله. از زندگیشون مظهر تقواست. اون کسی که تأثیر گذاری مثبت داشته باشه، این بدون تزکیه نیست. نه اصلا نیست. حالا اگر با علم هم همراه باشه که خیلی بالاتره. من همین میگم، ما تو مملکت اسلامی هستیم، قطعا باید توی این بخشش بیشتر سرمایه گذاری کرد. حالا بعد به سیستم آموزش پرورش ما به این بخش تربیتی مدارس بیشتر اهمیت بدن. من یادم میاد تو زمان ما بچه بودیم، خب خیلی مثلا امور تربیتی داشتیم، نمیدونم، حالا به اضافه اینکه معلم دینی داشتیم، امور تربیتی داشتیم، فضاهای تعلیمی تربیتی پرورشی و اینها، یا مربی پرورش. هرچی به جلوتر رفتیم اینا کم رنگ‌تر شد، نمیدونم چرا. ان شاءالله که مسئولین ببخشید من سفره دلمو یهو پنگ کردم چه شما مردم. نه به هر حال خیلی همه عرصه ها این چنینه. آره. نه تنها در آموزش پرورش، در همه عرصه ها این نقص رو اجمالاً داریم، در این حالی که جمهوری اسلامی به چه به هر حال جایگاه‌های خوبی رسیده و به نظر میرسه رسیدنش هم در پرتو این عالمان عمدتاً تزکیه شده است. داشتم فکر کنم در صورتی که همین اول کلام اهل بیت، بزرگان، علما، خطبای جمعه همه شروع میکنن با رعایت تقوا و سفارش مردم به اخلاقیات و اینهاست و انشالله که همه ما تجهیز بشیم و مسلح بشیم به سلاح اخلاق و مسائل اخلاقی و تزکیه نفس. خیلی استفاده کردم. دست شما درد نکنه. موفق باشین ان شاء الله. عوامل نداری؟ ان شاء الله خدای متعال همه ما موفق بفرماید که این هدفی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشته است رو دنبال بکنیم خالصانه و در جنبه‌های مختلف انشاءالله کشور تحقق پیدا بکنه. الهی آمین. به برکت دعای شما و راهنمودهای شما و مثل شما. خیلی ممنونم از همراهی شما تا پایان. 3720 رو فراموش نفرمایید. سامان پیام کوتاه ماست و 162 شما روابط عمومی سازمانم خیلی مهمه. مراقب خودتون و اخلاقای قشنگ و خوبتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.